سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیوی معرفی دوره انیماتور نابغه. تو این ویدیو میخوام یه نقشه‌رایی بهتون بدم و یه سری توضیحات که قراره کاملا براتون شفاف بکنم که قراره تو این دوره ما با هم دیگه چیکار بکنیم. پس بزن بریم. اینو باید بدونیم بچه‌ها که دو تا از صنعت‌های پولساز دنیا، انیمیشن و بازیسازی. حالا ما داخل انیمیشن و داخل فضای دو بعدی می‌خوایم با هم صحبت کنیم. انیمیشن داخل ایران متأسفانه تیمای خیلی قوی ما تو ایران داریم. خیلی قوی، یعنی واقعا کار خوبی هم می‌سازن. خب ولی یه نکته اینجا کمه. چیه؟ آموزش ما نداریم. توی حوزه دو بعدی و حالا سه بعدی که هست یه سری چیزای خیلی کم، بازم کم، ولی تو دو بعدی ما آموزشی نداریم که آقا بیاد به شما همه چی رو توضیح بده، از 0 تا 100، از اینکه شما از هیچی ندونی بشی یه انیماتور حرفه‌ای که بعد انیمیشن سینمایی بخواید بسازی. خب ما تو استودیو کریمان قصد کردیم و یک دوره برای شما تدوین کردیم که از 0 یعنی از نصب کردن نرم افزار در واقع تا 100 که شما بتونین توی حدی انیمیشن سینمایی بسازین. حالا چرا این کارو داریم میکنیم؟ ما قصد داریم یه تیم به وسعت ایران درست بکنیم از انیماتورهای حرفه‌ای که بتونیم با استودیوهای خارجی رقابت بکنیم و سینمایی بسازیم و حتی جایزه بگیریم. و حالا این 10 مرحله‌ای که بهتون گفتم، هر کدوم از اینا یک دوره مجزاست و شما میتونین هر کدوم از اینا رو جداگونه تهیه بکنین و بر حسب نیازتون استفاده بکنین. ولی ما تو دوره انیماتور نابغه همه اینا رو با هم جمع‌آوری کردیم و به شما ارائه میدیم. پس بزن بریم که این 10 مرحله رو بهتون توضیح بدم. و حالا بریم سراغ ماژول اول که اسمش یادگیری کامل نرم افزار موهه. بذارین اول بیام نرم افزارهایی که برای انیمیشن سازی دو بعدی است رو بهتون کامل توضیح بدم که کلا چجوریه. ما یه دونه نرم افزار داریم به اسم تیوی پینت که کارهای فریم بای فریم انجام میده. حالا فریم بای فریم هم یه توضیح خیلی کوتاه بخوام بهتون بدم اینه که هر فریم رو به صورت دستی میان طراحی میکنن و این خیلی سخته و اصلا زمان برترین در واقع ساخت انیمیشن فریم بای فریم. خب یه نرم افزار دیگه هم هست به اسم توم بوم هارمونی که حالا انیمیشن خیلی زیادی هم ساختن با اون نرم افزار، ولی خب یه سرچ ساده بزنین تیوی پینت رو نگاه کنین، ستاپ نرم افزارش چجوریه و پنلش چجوریه و توم بوم هم نگاه کنین، موها هم نگاه کنین. انصافا یه سرچ ساده که زدین، ستاپ نرم افزار رو نگاه کنین، یادگیری موها بچه‌ها خیلی ساده است. خیلی من خودم توم بوم کار کردم، تیوی پینت هم کار کردم، موها هم کار کردم. خب به شدت میتونم بگم یادگیری موها هم سریعه و هم راحته و هم کارهای حرفه‌ای میتونیم باهاش بزنیم. حالا ما توی دوره‌ای که اگر ماژول اولی که میخوام بهتون توضیح بدم، میایم کامل نرم افزار موها رو از 0 تا هر چی، یعنی یک نقطه ما نمیذاریم جا بمونه. بعد از این قضیه یه پروژه خیلی کوتاه، یک کاراکتر با هم طراحی می‌کنیم و با هم دیگه اون رو ریگ می‌کنیم به سبک انیمیشن جزیره آرزوها. فکر می‌کنم حالا اسمش شنیده باش، اگه دنبال کننده انیمیشن باشین قطعاً اسمشو شنیدین. میایم به سبک اون یه انیمیشن می‌سازیم، یک انیمیت استانداردی هم می‌زنیم که با دوره اول شما میتونین ورود بکنین به انیمیشن شبکه پویا. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا شما وقتی اون دوره رو بگذرونین میتونین بعدش از طریق ما و از طریق ارتباطات و از طریق بازار کاری که ما میتونیم براتون ایجاد بکنیم بیاین چیکار بکنین؟ بیاین از طریق دوره درآمدزایی داشته باشین به همین راحتی. با دوره اول و فقط یادگیری یک سری مباحث و یک سری اصول اولیه خیلی مبتدی. و خب حالا میرسیم سراغ ماژول دوم. این ماژول مخصوص کساییه که میخوان یه خورده حرفه‌ای‌تر توی مسیر انیمیشن سازی پیش برن. از اینجا به بعد اگه میخوای حرفه‌ای پیش بری با ما همراه باش. داخل ماژول دوم ما میایم از 0 به شما طراحی یاد میدیم. حالا یک صحبتی هم میخوام اینجا بکنم بچه‌ها برای شما. ما طراحی که بهتون آموزش میدیم طراحی نیست که شما برین مثلا داخل تیوی پینت یا توم بوم هارمونی به شکل فریم به فریم بای فریم کار بکنیم. ما میایم اینجا طراحی و ایگار جوری بهتون آموزش میدیم که شما بتونین ازش داخل نرم افزار موها و به روش انگار انیماتور کات اوت انگار در واقع کار بکنیم. حالا کات اوت چیه؟ توضیح خیلی کوچولویی هم داره راجع به کات اوت بهتون بگم. اینه که روش انیمیت کات اوت جوریه که ما میایم پوز اصلی و حالت اصلی و حالت بعدی کاراکترمون رو مشخص میکنیم، این مابینشو نرم افزار برامون پر میکنه این بیتوین. و حالا مثلا من دستم از اینجا میارم اینجا، خب توی موها ما این حالت رو درست میکنیم، این حالت هم درست میکنیم، ما بین اینو نرم افزار برامون میزنه. ولی داخل انیمیشن فریم بای فریم ما همه رو باید طراحی کنیم. حالا یه توضیح خیلی کوتاه که کامل متوجه بشین که قضیه چه قراره و بعد بریم سراغ انگار فهرستایی که براتون تو این دوره خفن طراحی آماده کردم. مورد اولش اینه که میایم سالید دراینگ و طراحی حجم کاراکتر رو با هم یاد میگیریم و توی دوره بعدیش میایم با هم دیگه کامل مباحث پرسپکتیو رو یاد میگیریم. از پرسپکتیو یک نقطه‌ای و تک نقطه‌ای شروع میکنیم تا پرسپکتیو سه نقطه‌ای و آی لول و کلا همه چی هر چی راجع به پرسپکتیو باشه رو با هم یاد میگیریم. دوره بعدی در واقع فرست بعدیش میریم سراغ طراحی فیگور کاراکتر.
با همدیگه میایم حالت کاراکتر رو طراحی میکنیم، مباحثی مثل سیلوئت، مباحثی مثل تویست، بعد کنتراست و هارمونی، اینا رو با هم کار میکنیم و خیلی اطلاعات خفنی رو قراره با هم دیگه به اشتراک بذاریم. و دوره بعدیش میریم سراغ چی؟ میریم سراغ طراحی کاراکتر حیوانات. طراحی کاراکتر حیوانات هم با هم کار میکنیم و اصول و در واقع انگار مثلا پوزه کاراکتر حیوانای مختلف چه شکلیه، انواع دوم، حالا کلا خیلی توضیحات زیاده و نمیتونم الان بهتون بگم، مثلا چیز کوچیکش بهتون گفتم. و تو دوره بعدیش با هم دیگه میریم سراغ یک مبحث جذاب به اسم ساخت کاراکترهای تبلیغاتی مسکات. حالا مسکات چیه؟ مسکات یه سری کاراکترهای تبلیغاتی ان. ما میایم از صفر بهتون یاد میدیم که چطوری بتونین یک کاراکتر تبلیغاتی برای خودتون، مثلا پیج اینستاگرام دارین، میتونین این کارو انجام بدین و این به شدت برای کسایی که داخل اینستاگرام انگار برند شخصی دارن و پرسونال برند دارن، میتونن در واقع با این دوره یک کاراکتر تبلیغاتی برای خودشون درست بکنن. و خب حالا بریم سراغ ماژول سومی. داخل ماژول سومی بچه‌ها یکی از جذاب‌ترین ماژولای ما میتونه باشه. ما میایم در واقع کاراکترایی که طراحی کردیم تو دوره قبلی که بخش انگار طراحی کاراکتر بود، میایم کاراکترامونو براشون داستان مینویسیم، میایم یک زندگی براشون درست میکنیم، میایم چالش براشون مشخص میکنیم، میایم در واقع میشه گفت استوری بوردش رو با هم طراحی میکنیم و کلا مباحث دکوپاژ و استوری بورد رو کامل داخل این ماژول با هم کار میکنیم و میخوام خیلی جامع بهتون بگم، میخوام هر چی که راجع به این مباحث هست رو با هم دیگه یاد بگیریم. و حالا رسیدیم به ماژول چهارم، ماژولی که خودم از همه بیشتر دوستش دارم، ماژول ریگ بندی. میخوایم بچه از ریگای 90 درجه، 180 درجه و 360 درجه که همون سه بعدیه، اینجوری کاراکتر ما طراحی میکنیم و ریگ بندیش میکنیم، اینجوری میچرخه تو نرم افزار ماهو که من ندیدم بچه‌ها کسی بخواد تو حوزه فارسی آموزش بده. حتی خارجی هم بچه آموزش ندادن. دیگه ببینید چه دوره‌ای براتون آماده کردم که میخوام بهتون کاراکتر 360 درجه آموزش بدم. خیلی خفنه، خیلی خفن. این ماژول مخصوص کسایی که میخوان برن برای شرکت‌های خارجی ریگ بندی انجام بدن و پروژه‌های خفن و دلاری دریافت بکنن. و خب رسیدیم به ماژول پنجم، ماژولی که انیمیتور شما رو از حالت خوش به یه حالت خیلی پویای خفن تبدیل میکنه که 9 پیرمرد دیزنی ابداعش کردن. ماژول پنجم 12 قانون انیمیشن. از اسکواچ استرچ شروع میکنیم تا قانونی به اسم اپیل و با هم دیگه حرفه‌ای هر کدوم از این قوانین رو کار میکنیم و تمرینای مخصوص خودشو با هم دیگه کار میکنیم. و حالا رسیدیم به یکی از مهمترین و خفن‌ترین ماژولایی که براتون چیدم، ماژول اصول حرکات و بادی مکانیک که ماژول ششمون میشه. و ما تو این ماژول با هم دیگه میایم از راه رفتن و دویدن و پریدن و وزن و تعادل و نامتعادلی و دویدن حیوانات، یورتمه و راه رفتنشون با هم دیگه کامل گپ میزنیم و اصولشون رو بررسی می‌کنیم. نه که بیام یه انیمیت مثلا همینجوری بزنیم که فقط بره، نه، میگیم که دلیلش چیه، این قدم از اینجا برداشته میشه میاد اینجا و همه‌شو با هم کامل بررسی می‌کنیم. ماژول بعدی که به شدت ماژول جذابیه، برای خود من خیلی جذابه، ماژول بازیگری در انیمیشنه که ماژول هفتم ماست و ما بعد از اصول حرکات و بادی مکانیک وارد این قضیه میشیم که به در واقع به انیمیشنمون حس بدیم، بتونیم حس رو منتقل بکنیم به مخاطبمون، به بیننده. داخل دوره ما میایم از بازیگری کارتونی شروع میکنیم و بازیگری رو میبریم به سمت واقع‌گرایانه، یعنی هر دور با هم دیگه یاد میگیریم، هم کارتونی هم واقع‌گرایانه، چون اصول متفاوتی دارن بچه‌ها. یه اصول داره، اینم یه اصول، دوتاشو با هم یاد میگیریم. و خب رسیدیم به ماژول هشتم، ماژول لی‌اوت و چیدمان سکانس و انیمیت تخصصی. داخل این دوره من میام به صورت کامل 0 تا 100 با هم دیگه انیمیت رو یاد میگیریم و 0 تا 100 لی‌اوت و چیدمان سکانس هم کار میکنیم، چون یک انیمیت خوب انیمیتیه که لی‌اوتش در واقع درست و تمیز چیده شده. رسیدیم بچه‌ها به یکی از ماژول هایی که خودم به شدت براش انگیزه دارم که با هم دیگه کار بکنیم، ماژول نهم، کامپوزیت، نورپردازی و جلوه‌های ویژه. داخل این ماژول ما در واقع میایم بهتون یاد میدم که اصول حرکاتی مثل آتش، آب و دود و جلوه‌های ویژه چطوریه. میایم با هم دیگه نورپردازی حرفه‌ای داخل نرم افزار موهو و حتی داوینچی یه ذره و افتر افکت هم یه ذره، ولی تخصصی تو موهو با هم نورپردازی رو کار میکنیم که من میخوام بهتون قطعیت بدم بچه‌ها که توی ایران یه همچین دوره‌ای که بخواد بهتون تخصصی اینا رو یاد بده نیست. پس با ما همراه باشید.
و حالا رسیدیم به آخرین ماژولی به اسم مانیتایز. مهمترین، چون اگه شما همه این مهارت‌ها رو یاد بگیرین ولی نتونین ازش کسب درآمد بکنین، در واقع خب به درد نمیخوره. ما میایم بهتون یاد میدیم که چطوری بتونین نمونه کار خفن بسازین، از چه سایت‌های درآمدزایی داشته باشین، به صورت فریلنسری درآمد داشته باشین، داخل خود تیم ما فعالیت بکنین و در کل بتونین پروژه‌های خارجی بگیرین و درآمد دلاری داشته باشین و یه پورتفولیوی خفن برای خودتون درست بکنین. و اگه تو هم دوست داری مسیر انیمیشن سازی تو حرفه‌ای شروع بکنی و از صفر با ما همراه باشی، پیشنهاد من اینه که از ماژول 1 شروع بکنی و از نرم افزار با ما بیای جلو. برای تهیه دوره هم با پشتیبانی کریمان در ارتباط باش.